سلام دوستان عزیز و گرامی. در این بخش میخوام که برای شما طریق دانلود و نصب فایلسازی برنامه نسخه پلاس برای شما آموزش بدم. خب وقت نمیگیرین و قبل از همه باید برنامه رو ما دانلود بکنیم. برای دانلود میرویم به سایت، اینجا می نویسیم smdparsa.web.app. بعد از اینکه وارد سایت شدین به بخش برنامه ها، صفحه برنامه ها کلیک میکنین. از این بخش برنامه ها که آمدین میین برنامه نسخه پلاس روی دانلود کلیک میکنین. بعد از اینا رو که مطالعه کردین میتونیم از این قسمت روی دانلود نسخه برای ویندوز کلیک بکنین، نسخه پلاس. روی از اینکه کلیک بکنین برنامه برای شما دانلود میشه. زیاد حجم نداره، 14 یا 15 MB بیشتر نیست فایل نسبی. ایره که دانلود کردین خب وقتی دانلود تکمیل شد از این قسمت برای شما گزینه میآید که شما میتونین به پوشه دانلود ها مراجعه بکنین. خب روی از این دکمه کلیک میکنین. بستگی به نوع مرورگر شما داره که اگر کروم استفاده میکنین بعد داخل پوشه دانلود ها از این قسمت بیاین یا از این قسمت بیاین، یا روی مای کامپیوتر روی دیس پی سی اینجا که بیا اومدین از این قسمت بیایم به روی از این پوشه دانلود ها دانلود. خب اینجا شما مشاهده میکنین که ما برنامه نسخه پلاس دانلود کردیم. ایره اکسترکت میکنیم. اگر برنامه وینرار به کامپیوتر شما نصبه از این قسمت اکسترکت و نسخه پلاس روی از کلیک میکنین. و اگر برنامه وینرار به کامپیوتر شما نصب نیست میتونین از این قسمت اوپن ویت ویندوز اکسپلورر که کلیک بکنین یا روی ازی دابل کلیک بکنین، اتومات با همین برنامه باز میشه اگر برنامه وینرار نصب نباشه. خب ایره ما اکسترکت میکنین، ایره کاپی میگیرین و بر روی صفحه دسکتاپ یا هر جایی که شما دوست داشتین قرار میدین، پیست میکنین. خب بعد از اینکه برنامه پیست شد او رو میتونین از این قسمت باز بکنین که نصب بشه. او رو باز میکنین، پیامی که برای شما نمایش داده میشه شما میتونین او رو این قسمت به خاطری که میگه این برنامه ساین نشده شما میتونین روی مور اینفو کلیک بکنین از این قسمت و اینجا رن انیوی کلیک بکنین. خب در این قسمت شما کلید اوکی را فشار میدین، یس میزنین. از این قسمت زبان نصب انتخاب میکنین. این زبان برنامه نیست، زبان نصبه که شما میتونین از این دو زبان انگلیسی و عربی انتخاب بکنین. من انگلیسی رو انتخاب میکنم، اوکی رو کلیک میکنم. لیسانس شما اینجا مطالعه میکنین و اگر به لیسانس شما موافق بودین روی I accept روی ازی کلیک میکنین. حتما این رو مطالعه بکنین، متوجه باشین که خیلی چیزهای مهم اینجا ذکر شده. روی نکس کلیک میکنین، روی نکس کلیک میکنین و اگر خواستین یک آیکن به روی صفحه دسکتاپ شما ایجاد بشه ایره تیک میزنین، روی نکس کلیک میکنین و اینستال کلیک میکنین. خب نصب برنامه با موفقیت انجام شد. میتونید رو مطالعه بکنین و نکست میزنین. از این قسمت برای شما گفته که برنامه باز بشه و یا نه. اگر این کلیک بکنین روی فینیش کلیک بکنین برنامه مستقیم باز میشه. اگر این تیک بردارین روی کلیک بکنین برنامه باز نمیشه. خب من برنامه رو نمیخوام باز بکنم، شما میتونین این تیک بزنین تا برنامه برای شما باز بشه. روی فینیش کلیک میکنم. خب این از آموزش نصب برنامه بود. انشالله در آموزش بعدی فایلسازی برنامه رو برای شما آموزش خواهم داد. موفق و پیروز باشید.